Gel anla dikenimden, güllerim uyansın bahçelerimde. Oh gel, öyle bir yapansız ellerim yansın ellerimde. شما برین تو اتاق، منم میام. رسیدی؟ بیا پایین سلی. اما خیلی خوش گذشت. اون نازلیه؟ چه خبر سلیته؟ من نمیدونم چی بگم. مثلا میخواستیم آشنا بشیم، وضعیت رو دیدی؟ من از این وضع راضیه. پریت بگو بابت همه چیز ازش عذرخواهی میکنم. انگار داری خداحافظی میکنی. اینجوری نمیشه هالوک. اما ما همدیگه رو دوست داریم. آره، اما من یه مادرم. اگه یکیشون نخواد نمیشه هالوک. نمیتونم. متاسفم. تو به نازلی فکر نکن، اون بالاخره عادت میکنه. نازلی رو نمیشناسی هالوک. حتی اومدن من از ازمیر و ول کردن اون تو خونه اشتباه بود. نباید اونو تنها میداشتم، کار بدی کردم. نمیدونم، شاید حق با نازلی بود. تو آدم خوبی هستی هالوک. میخوام ازت خواهش کنم که منو بیشتر از این درگیر نکنی. ازت خواهش منم. به خاطر همه چیز ممنونم. مامان، نمیخوام الان حرفی بزنم نازلی. فردا صبح زود میریم. به خاطر کار امشب به من گریه میکنی؟ نه، من عصبی و ناراحت نیستم. در واقع الان باید دیوونه بشم، اما نیستم. یعنی نمیخوای دعوامون کنی؟ نه، دعوایی ندارم. تنبیه چی؟ تنبیه هم نیست. حداقل برنامه‌های آخر هفته‌مو ممنوع کن. داری ناراحتم میکنی. تو حق داشتی نازلی. من نمیتونم با شما یه همچین کاری بکنم. فکر کردم میشه با هم دیگه پیر میشیم چارتایی. چرا الان اینا رو میگی؟ همینطوری.
مامان چرا گریه میکنی؟ میدونی امروز چیو متوجه شدم؟ چیو؟ ترسیدم. من میترسم نازنی. از سنا بودن میترسم. میخواستم یه همراه داشته باشم. فکر کردم شماها برید من تنها میمونم. فقط به فکر خودم بودم. خودخواهی کردم. واقعا میگی؟ دارم مزخرف میگم. مامانا به دختراشون اینا رو نمیگن. مامان، اون آدم رو دوستش داری؟ حالو که خیلی، اما خطای من اینه که نباید امیدوار میشدم. گریه نکن. ببین منم الان گریم میگیره. پس بیا با هم گریه کنیم عزیزم. خوش اومدی. خوش اومدی. بفرمایید. سرم داره میترکه. بذار برسیم ازمیر میدونم چی کار کنم. مگه من چی کار کردم؟ نازلی اومد همه چی رو خراب کرد، افتاد گردن من. ببین مامان، اگه بعد از دانشگاه یه کارمند ساده بشم هرگز نمیبخشمت. تو اول مدرسه تو تموم کن.